ولی در حدیث ها آمدگی است که هرگاهی که مردی که برای او دو زن باشه، دو زن داره، فلم یعدل بینهما، یکی در بین همین دو زن عدالت نمیکنه، میگه یأتی یوم القیامت و شقه ساقط، روز قیامت اینها با یک طرفی شخ شده بلند می شود. من همین روزا اگر بعضی ها را بگم که صدقه هم زن دیمت کنه، حق هم دارم. به خاطر برادرای عزیز به همین تلفن ها والله همین گریه خواهرها را میبینی که ما را مقصد زن دویم کردن، هفته ها سراغ ما نمیکنن، برای زندگیم ویران میشوه. گفته تو خب کن، خیلی همین که بود مقصد. گفتی همین مردم همین قهینر داشتی، چی مثال اینقدر آفت و مشکلات بالای مثال دخترای مردم میاری؟ همین هینر که نداری، همین غیرت که نداری، چی در کار همین کار کردن؟ خدای مهربان در قرآن گفتگی است فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. شما اگر از عهده عدالت برآمدن نتونین، با یک تاش کفایت کنین، با یک تاش کفایت کن. زیرا عدل در همین راستا هم مهمه برادر عزیز. زن دویم شید یا زن سوم شید معنای او را ندارد که مقصد این باید که یگان حق و حقوق نداره. نه، برای این مسئله جدیه برادر عزیز. حکومت تا امروز حالی هیچ نیکای دیم کاگی نیستم، برای میدونم که این کار خاتمه خوب نداره. کامش من میگه یا زن گرفتیم چی گپای زن دیم. نه من میگم من نمیرم، من کار دار نمیرم هیچ وقت، برای که همین زنها دلم خنک شده میدونم شون بسیار اجده مقصد ممکن باشد در بینشون آدمایی که عدل هم کنند، حکم استثناء هم هست، ولی گپ در سر بسیاری که من روی تلفن میگم که وقتی که همونها ما را وقتا زاره میکنن که مقصد در محفل معرکه بگو بابا یاجی در همین بابت گپ بزن که همین آدما به حد حق ما را پایمال میکنن. اجای بیدا میگه زن میگیره بعد میگه شرط های ما همیه تماما تلفن نمیکنی. خای انا تا خودم تلفن نکنم. دیم همین که من شوی روزتم شوی شو نیستم. بیچاره را 5-6 شرط میمونه. خیلی بسیار با فیلم دیگه همه موندگی متهم محتاج دیگه بعد خیلی میگه میلش آخی شریعت اگر تو پیروی شریعت کنی شریعت شرطاش کیها موندگیه با تو ای که جا مثال ای پیش خیلی تری شرطا میمونی. همین میبینی نمیشوه چی در کار همین کار کردن. الله ربی خیلش آگاه کیسه نمیتونی از عهدش نمیبروی همین اعتقاد کفایت کن. حدیث بخاری هم داریم پیامبر نازنین گفته است که فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم. بین اول از خدا بترسید در بین فرزنداتون هم عدالت کنید. این خیلی نمیشد که در یک فرزند نگاه خوب دوستداری بسیار دیگریش در تماما اهمیت نیست. بیشتر همین چیزا برادر از روی مال دنیا میشود. همش که 4 تنگک داره این عکسنی خودم رفتگی بچه جون مای اویش که بیچاره خیرش کش کم ترک البته یا که یگان درآمدک نداره اوش دیگه خیلی که اختیارت بچه میستی همیجا میره یگان جا ایش کاری تو گفته. انمی عدالت ایبین رفتن برادران در بین فرزنده هم باید پدر و مادر این دوستداریش به همش تقسیم یک تقسیم شدگی باشه. همه را دوست داشتن در کار جدا کن در کار نیست. عدالت برادر عزیز دیدیم که از هممون باید عدالت داشته باشیم. هر نفرمون در همه کار باید ما راستی را
عدالت. لیکن کسی که باز زیر دست داره برای اونا میگه مهمتره که عدالت داشته باشه. عدالت باید که اجرا کنه.